به 3 نفر خدا تعهد داده که بر من واجب نصرتشون. یک جوانی که به خاطر ترس از وقوع واقع شدن در حرام به ازدواج پناه بیاره. ازدواج آسان بگیرید. در کشور ما بین 10 12 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواجن. از خدا بترسید، به بچه هاتون رحم بکنید. کشور ما یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. بالاترین جمعیت جوان دنیا رو داریم. 13 14 میلیون تو ترافیک ازدواجن. زن حلال 500 میلیون، 1 میلیارد 2 میلیارد پول میخواد. حرام مفتی چیزم بهش میدن. بزرگترها به جواناشون رحم بکنن. اینا فرزندان ما هستن، جگر گوشه های ما هستن. پدر عروس خانم مسائل رو براش آسان بگیره. فردا این پدر نوه تو میشه. همین دامادی که آمده خواستگاری دخترت میشه داماد تو، بعد تو رو پدر بزرگ میکنه، به کمال انسانی میرسونه. تو پدر بودی، الان میشی پدر بزرگ. نوه هاتو میبینید، نتیجه هاتو میبینید. بعضی از پدر خانم‌ها شب اول میخوان دامادشون رو چپاول بکنه. غارت، مفلس، هرچی داره 200 میلیون شیربها، 500 میلیون فلان، 100 میلیون به حساب مادرش بریز، 200 میلیون به حساب فلانش بریز. عجب. یعنی این پدر دنبال عفت دخترشه؟ چرا آمار طلاق در کشور ما داره بالا میره؟ در یک روستای شاید در جنوب ایران، خب من 15 سال قبل از انقلاب بودم، باکشم تو انقلاب اسلامی بودم. از هر 4 ازدواج چند سال پیش 1/4 منجر به طلاق بود. الان کم کم داره میرسه به نصف. یعنی ما در سال چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور داریم. این آمار چند سال پیشه. از اون طرف از هر 4 ازدواج 1/4 منجر به طلاق میشه. زیر 2 سال ازدواج. شاید در جنوب ما، در استانهای جنوبی، در سال میگذشت 50 تا طلاق نبود. تو استان هرمزگان بین شیعه و سنی، بین همه. الان تو یک روستا، نمیگم کجاست، 2500 نفر جمعیتش، 30 تا طلاق تو یک روستا. امام جمعه میره روی منبر گریه میکنه. چرا گریه میکنید؟ وقتی دعوت شدی به سفره عقد، اگه گفت مهریه 500 مسکال یا سکه طلا، اونجا تو بلند شو بگو من همچی عقدی رو نمی نویسم. رفتم پیش اون عالم، ننوشت. همطوری دست دختر حرام رو میگیره میبر تو خونش. نه، به اندازه سال تولدش 1300 و فلان سکه. 20,000 نفر زندانن به خاطر مهریه. نه همش فریبکاریه. بابا هدف عفته که جوانای ما آرام و قرار بگیرن، استقرار پیدا بکنن، جشنشون بگیریم، شاد بشیم، بتونیم مردم رو دعوت بکنیم، دعای برکت براشون بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچه آمار ازدواج بالاتر بره، آمار جرم و جنایت و ناامنی و اینا پایین میاد. اینا رو پایین بیاریم. چطوری آمار ازدواج بالا میره؟ زمانی که مهریه کم باشه، خرج و مخارج عروسی کم باشه، عروسی سبک باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده با برکت ترین زنی که مخارج عروسیش سبک باشه. خب پدر عروس، پدر داماد همه مسلمانن. یعنی نمیخوای دعای برکت پیامبر نصیبت بشه؟